یه عکس از یه سفره پر رنگ و لعاب گذاشته، نوشته آخرین بار کی همچین مهمونی دعوت شدی. یه نفر اینو بازنش داده، گفته این رو زمین نشستن هم باید از سر این ملت دهاتی میافتاد که متاسفانه نیفتاد. یعنی سر سفره انداختن هم به مردم خودشون توهین، به کشور خودشون توهین میکنن. چرا 4 نفر دوست دارن رو زمین سفره بندازن غذا بخورن؟ همه باید رو میز غذا بخورن، هیچ کس حق نداره رو زمین غذا بخوره، ناراحت میشه. بعد یکی اومده کامنت گذاشته، گفته رو زمین نشستن داشت جمع میشد که خمینی باز راش انداخت. بگو امام خمینی دهن دادن. ولی بله، همه داشتن روی میز غذا میخوردن که انقلاب شد. مثلا اینا الان میبینید که با اشتیاق دارن میرن رو میز غذا بخورن. این یکی‌ها غذا خوردن رو میز، این بعد از غذاست. همه رو میز غذا. این بعد از اینکه رو میز غذا خوردن اومدن تو کوچه دارن ظرفا رو میشورن. اینا دیگه حالا وسط شهر تهران بوده. اون موقع رسم بوده بعد از اینکه رو میز غذا میخوری، لباسا رو میاری اونجا میشوری. بالاخره لباس کثیف میشه غذا. اینا تو صف نفتن واسه اینکه نفت جور کنن برن غذا بپزن که رو میز غذا بخورن. اینم که ساواک شکنجه میکرده هر کی رو میز غذا نمیخوره. میشونده میزد کف پاش، میگفت چرا رو زمین غذا میخوری؟ همه باید روی میز غذا بخورن. اینم که تو ویو میدون آزادی، برج آزادی رو میز غذا میخوردن. خولید نه؟ سواله ها تو اینو، یعنی دوست دارم بدونم. خولید.